سلام علیکم ستونای جنگ، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. اولین ویدیو یه بازی آوردم براتون. همه میگن رقیب ماینکرافته. تریلر و ویدیوهایی که ازش دیدم واقعا جالب بود. بریم پلیش بدیم، امیدوارم که واقعا همون قد خفن باشه. بریم تو بازی. تصویر لودینگ بازی که خیلی قشنگه. یکی اینجا نشسته ماهی میگیره، نگاهشون ماهی داره میگیره. ایزان اون برج بالاش هم مثلا فکر میکنم گرافیکی خیلی خفن باشه، بازی جالبی باشه. وی داداش غلطا پورتال دارین چیه؟ اما اول بهتون یه دونه از اینا میده که تاواش ایوه آموش روشن هم میشه. مشت سنگ جمع کنیم اینجا. اینجا سنگ بگید آقا این باید بسونه نشد. اینم مثل همون آورداریم شکند. شکست اشماجی آرچش نور میده. بسته اشتا ادا رو بالا نورش رفت. اینا قابل خوردنه. چجور باید بخوریم؟ ایف بداری میزنیش تو زمین. داشت چی کار داری میکنی؟ نمیشه، قابل خوردن نیست. برو اصلا نمیکنم. این هم قابل خاموش روشنه. ای بر ترن آف ترن این بر اوه شلا یه ما کلی. چی شد؟ آتیش گرفتم. بالا رو بالای سخت اون سوراخه. نه باریکلا. خونه لب رودخونه دریاچه. بحث پولار باشه. لب دریاچه خونه میگیری دادار. بالا ببینم اگه از اینجا هیولا بیاد تو خونم چی باید چیکار کنیم؟ در اولین فرصت سوراخ‌های اینجا رو بگیرم. اوه دادار. اینا رو نگاه شاخه هاش اوور کردم. ماینکرافت همه شاخه همه چیز اینجوری بود، ولی اینجا شاخه های کوچیک‌تر هم داره. بکن دیگه بابا دست شدم. بابا اگه پول میکشه همه چیزو با هم میده بهت. نگاه 7 چوب مربعی گرفتم، 7 شاخه 24 تا شاخه گرفتم. از سنگام همینجوری میشه. یه دونه بکنی و همش میشه. نه سنگا اینجوری نیستن. سنگاش اینجوری نیستن. جالبه. بکن میگه با ام میتونی نقشه باز کنی. بعد از اینم داره یا باید این کشف کنیم اونجا رو. یه رودخونه دریاچه رودخونه. عجب جایی اسپان کرده منو. این بر چیه؟ اون که چی؟ اینونتوری با تب باز میشه. اینم یه دونه از اینا بسازم. الان راحت تر میتونیم اینا رو برداریم، ولی اینو همیشه باید بذاری اینجا. همیشه باید بلند باشه. سریع تر میکنه. باید کرد چشم داره آب میکنه در کن بدن لاچ نجات جای داری. شمشیر هم بهم بده. یه موقع از خودمون بتونیم دفاع کنیم. چی هم کار اونی که اونجا نوشته بود چی بود؟ بلنگ میشه اینو بکنی. تا صبح طول میکشه. بلنگ داره میکنی. ایوه بادی تلیلا تازه ریشه هم داره تو زمین هم هست. نان بده همه رو. چیزون گرفتم. نا چیه؟
میاو این کم بده اینم بده. آه 48 تا چوب جمع شده همین دوتا داره. اینو بساز دیگه. سنگ میخواد؟ سنگ که داره 12 تا سنگ داره. این چیه؟ چون نمیتونم بسازم عجیبه. بلیش یا با همین کلنگ بریم یه گردش کنیم دور و برا چی داره. او اون درختاش بزرگه. این ببرش داشتم ای بیشتر اینجا روستاه. سلام داداش دختری. هلو حالی چجوری سلام کنم؟ بشه سلام داره؟ چیچار خوشگلی داری تو الفی؟ بشمام این یکی بالا کلش کلم بروکلیه. ای داداش اشتباه داری میری به خدا. از این بری بیام بیرون چیه؟ وی برو خونتون. ای چی شد؟ برعکسش هستی کودن. ای چرا اونوری میشینه؟ این وری باید بشین ناموسم. این میزش اونوره داداش. چیزا رو میز بکنم بعد این ببریم خونه. چه اتفاق افتاد؟ چی داره میشه؟ من بابا سلام برادر. اینا مثل ویلیجرهای ماینکرافتن ها. یه سری چیزا میگی یه سری چیزا میگی. اینا مثلا اینو نمیدونم باید چجوری دست بیاری ولی خب میدی بهش دای دیگه بهت سیب بده بخوریم. چی میخوره؟ دلا اینا مثل ویلیجرهای ماینکرافت چی ندارن ما ازشون دزدی کنیم. از اینا گرفتیم به عنوان چراغ ازشون استفاده کنیم. چجوری اونا رو خاموششون میکنیم؟ اصلا کنید پشت یارو اشما. دوزی کلم بروکلیاتون رو با خودم بردم. در چقدر قشنگ همه چیش. این دوباره مثل اصل یه وری نشست مثل بگی دستت سی. من این میمونی داداش. ایوال اینا چستش کلنگ داره. حالا کلنگ رو برمیداریم. اینا چی هن نمیدونم ولی برمیداریم. اینم برمیداریم. این چیز رو کنم کشاورزی ما نیاز نداریم. پاهای دیگه اصلا نداشت چست. من اینجا چست نیدم. بلوط گذاشت اونجا. خب باش اینجا کجای؟ اینجای مال الفه. دور براش شهر نیست. کوهشه اینجا. عجب چیزایی داره خدا وکیلی. اینجا هم داره. این خون کن. به نظر میاد یه چیز عجیبیه ولی فعلا نمیره. اون باشه برای بعدن. این هم قابل خوردنه. سمه رو بگیر. چلا آبی اسکلت بود رفتش خونهشون. چی بنده؟ اینا ها از اینا که الان بریم پیش اونا شاید یه چیزی برمون بده. یه چیزایی هم اینجا گذاشتن من آمون باید تعمیر. این چیه؟ یه سری چیزایی
من از این میگم چی داریم؟ خلاصه داشتم بهتون میگفتم از اینا خریدم. نمیدونم کارش دقیقا چیه، مثل غذا میخوری یه چیزی اون پایین سمت چپ میبینی، نمیتونم بهتون با موس نشون بدم. اینجا میاره و جون تو بیشتر میکنه، نمیدونم ولی خب نمیصرفید 20 تا دادم به این. در خونم چرا همیشه بازه؟ ای غلط کردم، خدا از نسیزی خدا هم فرار کن. دکور اینجا رو تغییر بدیم، اینا رو بکن. خوبه؟ قشنگ شد خدایی، بهترتر است. اینا رو هم بکنیم. اینجا تاقشه خونم، هرچی از اینا ورشتم میارم میبرم اینجا جایی که جا داره. خوبه، نورم میده، سبزم از خوشیه. بنتوریم با تب باز میکنیم. اینا رو که نمیخوام، بذار از اینا بسازیم. مشعل هم میتونیم بسازیم. تورچ بده. تورچ نه اون تورچ بدی یا تورچ. یکی هم بذار اینجا ساخت ساز شو تموم کنیم. بارسلا اینا دوتاییه، بزرگتره. ایوه مشعل بیشتر بسازیم. 10 اینجا خوبه. اینجا رو این تیکه رو باید تا سخت بور کنم. فعلا یه مشعل اینجا. اینو نگاه نکردم اول کاراج، نگاه سپر رو جان تنگزوی خفته. خوبه، با دوتا هم از بیرون میذاریم اینجوری. یکی اینجا یکی اینجا. کافان نشد خدایی، فقط باید اینا بشه قسنگه با سر اینم میکنم. درست دوباره بزنم اینجا. بابا به نازم عجب چیزی شد. ایوه برم هیولا ها نمیان بهم حمله کنن زننشون. آفرین. به نظرم بازی جالب و خفنیه، میتونه رقیب باشه اگه بیشتر روش کار کنن و اینا. شاید بتونه حتی ماینکرافت هم بزنه. واقعا گرافیکی و اینا مثلا یه سری چیزای جالبی داره اینا. اون چیه مثلا؟ نگاه اونو نگاه، یه چیز اونجا چیزای خیلی خفنی داره بازی. یا ممکنه بعدا خیلی پلیر جذب کنه، مخصوصا از خودمون ایرانی. ای گرگه برش حمله نکن. این چیه؟ برو اون بر چه نمیمیری؟ من مردم وی برا. یکی دیگه هم اونجا بود، الان میزن چکمون میکنن. همینو برو. خودو خیلی خوب بچه ها. بازی خفنی بود به نظر من. نظرتون رو تو کامنت ها حتما بگین. یه قلب و یه کامنت قرمز هم برای داداشتون بذارید که اولین ویدیو چنل باقلوا. انشالله پارتای بعدیشو میگیریم حتما، خیلی کار داریم باش. بازی از نظرم جالب و جذاب بود، میریم داخلش اشغال میکنیم. دوستتون دارم، خیلی عشقید. فعلا بابای.